سلام به روی ماهتون عزیزای دلم، امیدوارم که عالی باشید. توی این بخش از آموزش ها میخوایم با هم دیگه این دستبند جذاب رو آموزش ببینیم. اگه پیج رو ندارید حتما فالو کنید که آموزش های دیگه براتون نشون داده بشه. مرسی که از پست ها حمایت میکنید. بریم برای آموزش این کار جذاب. خب بریم سراغ آموزش. احتیاج داریم به منجوق شماره 11 و 2 مدل مروارید که هم میتونید رنگ بندیش به دلخواهه، ولی مروارید سایز 6 و 4 حتما باید داشته باشین. به جای مروارید از کریستال هم میتونید استفاده کنید. و نخ و سوزن، نخ من نخ طاووس هستش و سوزنم هم شماره 11 منجوق بافیه. برای شروع کار 4 تا مروارید به سوزنم برمی دارم. خب به انتهای نخم 4 تا مروارید رو میارم که یه مقدار داشته باشم برای بستن. یک بار دیگه سوزنم از داخل هر 4 تا مروارید خارج میشه و میاد رو به بالا. ببینید به این صورت. خب دقت کنید به این صورت 4 تا مروارید رو من به سوزن کشیدم. نخم رو کامل میکشم. طبق تمام آموزش هایی که گفتم خدمتون باید چند تا گره محکم دو سر کار داشته باشیم. به 1-2 تا گره اکتفا نکنید عزیزای دلم، چون ممکنه پاره بشه. گرچه اگه از نخ طاووس استفاده میکنید خیلی کم امکان پاره شدنش هست، ولی باز هم شما حتما چند تا گره به کارتون بزنید و در آخر انتهای نخ رو ما کات میکنیم و میبریم. حالا میام از یه دونه از مروارید هام سوزنم رو عبور میدم و بین تمام این مروارید ها منجوق میذارم. دقت کنید یه دونه منجوق شماره 11 به سوزن برداشتم و ما بین مروارید هام رو میام با منجوق پر میکنم. ببینید به این صورت. دوباره یه منجوق دیگه برمی دارم و میام وارد مروارید بعدی میشم. این کار رو دور تا دور انجام میدم. خب ببینید من دور تا دور انجام دادم و اینجا میام داخل اولین منجوقی که سر انداختم. خب بعد این که اومدم داخل اولین منجوقم میام 5 تای دیگه منجوق به سوزن برمیدارم و میام وارد منجوق بعدی میشم. یعنی از روی مروارید سوزنم رو عبور میدم و فقط وارد منجوقم میشم. دوباره 5 تای دیگه منجوق به سوزن برمیدارم. 5 تای دیگه برداشتم و فقط ببینید سوزن من از از منجوق خارج شده و میره داخل منجوق بعدی. دور تا دور برای این روش هم برای این رج هم این کار رو انجام میدم. خب برای آخرین منجوق میام از منجوق اول و 3 تای بعدش که ما رو به رأس کار برسونه سوزنم رو عبور میدم. ببینین یعنی از 4 تا منجوق سوزن من عبور کرده و کاملا نخ من کشیده میشه. ببینید توی این رج باید یه همچین بافتی رو ما داشته باشیم. خب به اینجای کار که رسیدیم حالا میام 2 تا منجوق، یه دونه مروارید و 2 تا منجوق به سوزنم برمیدارم و همینجا دقت کنید همینجا که سوزنم در اومده دوباره از پشت واردش میشم. ببینید به این صورت.
خب حالا میام و ببینید میام و از این دوتا منجقی که سمت چپ دستم هست سوزنم رو میارم بالا. میارم بالا، از داخل مروارید هم خارج میشم و حالا خب 3 تا مروارید برمیدارم. ببینید نخ من از اینجا خارج شده، میام دوباره از پشت سوزنم رو وارد میکنم و نخم رو کاملا میکشم. دقت کنید دوباره ما بین تمام منجق ها یه دونه منجق ما بین تمام مروارید ها میام یه دونه منجق اضافه میکنم. ببینید ما بین دقیقا مثل کاری که برای مروارید های اول انجام دادم، دور تا دور این کار انجام میدم. خب ببینید به اینجا که رسیدم یه دونه منجق اضافه میکنم و از 3 تای دیگه سوزنم رو عبور میدم، یعنی میشه 4 تا منجق با این یه دونه‌ای که انداختم. سوزنم رو از 4 تا منجق عبور میدم، میام پایین، از این 2 تای بعدی هم عبور میدم از اینجا و دوباره 5 تا منجق برمیدارم. 5 تا منجق برمیدارم. ببینید از اینم باید عبور کنید، حواستون باشه. حالا میام دوباره ما بین منجق هامو دیگه کاری به مروارید ها ندارم، 5 تا منجق رد میکنم و ببینید به صورت پل وای میسته. دوباره 5 تا دیگه، ببینید دوباره 5 تا منجق دیگه و میام روبروی همین منجق تکی سوزنم رو عبور میدم. دوباره 5 تا دیگه. خب ببینید دوباره 5 تا دیگه و حالا این بار از این 3 تایی که اینجا هستش سوزنم رو کامل در میارم. حواستون باشه که منجق هاتون نشکنه، سوزنتون رو آروم بکشید. ببینید به این ما بین کار سوزن من الان بافت من اینجاست و نخ منم از اینجا خارج شده. ببینید خب سوزن من که از اینجا خارج شده میام دور میزنم و به مرکز این گلم میرسونم. ببینید به این صورت از ما بین تمام منجق ها سوزنم رو عبور میدم به آهستگی که منجق هام نشکنه. ببینید به مرکز کارم که رسوندمش به اینجا. حالا میام دوباره همین تعدادی که برای این گل انداختم، یعنی 2 تا منجق یه مروارید 2 تا منجق رو به سوزن برمیدارم. ببینید 2 تا منجق یه مروارید و 2 تا منجق رو من به سوزن برداشتم و میام از پشت منجق هم دوباره سوزنم رو عبور میدم. ببینید به این صورت میام از ما بین این 2 تا منجق رد میشم، از مروارید هم عبور میکنم و اینجا 3 تای دیگه مروارید به سوزن میگیرم. خب بعد اینکه 3 تا مروارید به سوزن گرفتم از پشت مروارید اولی که داشتم نخم محکم میگیرم و سوزنم رو عبور میدم. حواستون باشه نخهایی که دارین اگه بلند هستش
گره نخوره خوشگلای من. خب دوباره میام با یه دونه منجق ما بین کارم رو پر میکنم. دقت کنید میام یه دونه منجق برمیدارم و ما بین مروارید هامو با منجق برمیدارم. رنگ بندی ها بچه سلیقه‌ایه، فقط تاکیدم بر اینه که متریالی رو انتخاب کنید که رنگ ثابت داشته باشه. زحمتی که میکشید با 2 بار شستن از بین نره و ترجیحاً از کریستال دایره‌ای استفاده کنید که هم براقیت خاصی داره و هم این که به هیچ عنوان رنگشون نمیره. ببینید من آخرین منجقم رد کردم و از این منجق خارج شدم. دوباره همون تعداد 5 تا منجق رو به سوزن برمیدارم. 3 4 و 5 برمیدارم و میام از منجقی که اینجا هستش سوزنم رو در میارم. خوشگلای من باف تکرار هستش، همه دور تا دور منجق ها رو میزنیم و سوزنم رو میارم رأس کارم که اینجا هستش. بعد اینکه تمام منجق ها رو زدیم مثل آموزش قبل میام سوزنم رو از رأس کارم که اینجا هستش در میارم. خب قشنگای من دقت کنید، بعد اینکه به مرکز کارم رسیدم حالا میام دوباره طبق مدل هایی که این 4 تا مدلی که بافتیم این 4 قسمتش میام دوباره 2 تا منجق، یه مروارید و 2 تا منجق رو به نخ برمیدارم. ببینید و میام دوباره از پشت کارم خارج میشم. اینجوری بود. خب. از پشت کار دوباره خارج میشم و از کنار منجقم سوزنم رو در میارم. ببینید خب دوباره مثل اول از این 2 تا منجق و مروارید سوزنم رو کامل میکشم. حالا دوباره 3 تا مروارید برمیدارم و دوباره از پشت مرواریدم میام سوزنم رو وارد میکنم. بچه تا اونجایی که ما دونه دونه مروارید رو هم اضافه میکنیم تکرار. یک بار من کامل توضیح بهتون میدم. ببینید حالا میام یه دونه منجق برمیدارم. منجق هم نمیان توی نخ سوزنم. خب یه دونه منجق برمیدارم و میام داخل مروارید 4 طرف رو این کار رو انجام میدم. خوشگله من ببینید. خب به اینجا که رسیدم هر 4 تا منجقم که وارد کردم 2 تا منجق برمیدارم. دیگه نمیام 5 تا منجق بردارم. میام و به مرکز این گلم، چون میخوام با هم دیگه اتصالش بدم، به مرکز این گل میام و 2 تا منجق برمیداشم، سومی رو به مرکز این گل وصل میکنم. ببینید به این صورت. حالا 2 تای دیگه منجق برمیدارم، 2 تا منجق برداشتم و میام داخل منجق بعدیم و از این به بعد ببینید خوشگلای من، از این به بعد دیگه 5 تا منجق برمیدارم و میام اینجا، 5 تا منجق برمیدارم و میام اینجا. بعد اینکه این 5 تا ها رو انجام دادیم سوزنم و میام از این یه دونه اینجا خارج میکنم. دقت کنید از این یه دونه مرکز. خب دقت بفرمایید خوشگلای من، سوزن من بعد اینکه دور تا دور کارم رو انجام دادم سوزن من دور خورد و از این یه دونه منجق در اومد. حالا یه دونه که مروارید سایز 6 برمیدارم، سایز 6 یا 8 بچه ها
بستگی داره چقدر منجق هاتون بزرگ هستش. خب و میام از این یه دونه و یه دونه بعدش، یعنی از این دوتای مرکز، ببینید از این دوتای مرکز سوزنم رو عبور میدم، نخم رو کاملا میکشم، کامل نخم رو میکشم، یک بار دیگه مجدد داخل مروارید رد میشم که کار من محکم شه و مروارید من لق نزنه. و دقیقا از اینجایی که نخ اومده، از این دوتا، ببینید از این دوتا خارج میشم. از این دوتا خارج میشم و سوزنم رو دور میزنم، میارم داخل این مرکز این بالا، ببینید به این صورت سوزنم رو وارد تمام منجق ها میکنم، میارم. این کار هم باعث میشه بافت ما محکم بشه و هم باعث میشه که به سادگی بافت هامون پاره نشن عزیزای دلم. ببینید سوزنم رو میارم اینجا و از اینجا دوباره بافتم رو ادامه میدم. خب خانمای قشنگم دقت کنید، این بافت دیگه تکراره. من این مربع این طرف رو هم بافتم و نخم رو آوردم اینجا، ببینید دوباره دوتا منجق، یه مروارید و دوتا منجق، از اینجا خارج میشم و دقیقاً مثل این 4 تا کاری بود که انجام دادیم. تنها تفاوتش اینجا هستش که ما دیگه توی این مرحله دوتای پایین رو آماده داریم، ولی برای شروع کارمون ما اومدیم چیکار کردیم؟ این دوتا رو هم بافتیم. این بافت تکرار میشه و وسطش هم مثل همین مروارید کار میذاره، یعنی بعد اینکه این گل رو به هم متصل کردیم هر دورج مروارید وسط رو هم میذاریم و این کار رو ادامه میدیم. حدودا این کار برای دستبند باید از 15 تا 17 سانت باشه که بسته به مچ دستتون هستش. اون اندازه‌ای که دوست داریم رو میبافیم و بعد میایم برای ادامه آموزشش. خب عزیزای دلم دقت کنید، به اون اندازه‌ای که ما دستبندمون رو خواستیم بافتیم. حالا شما میتونید از این کار به اندازه گردنبند و پابند هم درست بکنین. بعد این که اندازه مورد نظر رو بافتیم، میام چی کار میکنم؟ ببین دوباره از وصله اول در میام، تعداد منجق ها 4 تا میندازم، یه دونه مروارید و 5 تا دیگه منجق، به آخر کارم میکشم کامل. خب و فقط از 4 تا منجقی که داشتم از پایین سوزنم رو در میارم و همچنین از منجق های دیگه‌ای که داشتم، ببینید از پشت منجقم خارج میشم و کارم رو میکشم کامل. به این صورت این بافت باید در بیاد، ببینید به این صورت. خب عزیزای دلم دقت کنید، بعد این که ما اندازه دستبند یا گردنبند یا پابندمون رو بافتیم و خواستیم دورگیری بعدش، یعنی ببینید شما اینجا رو توجه کنین، همینجوری به همین ابعادی که ما بافتیم یه کار خیلی شیک و جذاب در میاد و میتونید بدون هیچ بافتی قفل‌های توتیا یا بند آسانسوری براش درست کنین و استفاده کنید. ولی طبق عکس ژورنالی که داشتیم با هم دیگه بریم بقیه‌اش هم درست کنیم. 4 تا منجق اول به نخ میندازم، بعد یه دونه مروارید و بعد 5 تا. حالا میام چی کار میکنم؟ فقط از مروارید و منجقم، از مرواریدم خارج میشم و نخمو میکشم که این حالت این طوری داشته باشه.
و کارم رو محکم میکنم. ببینید به این صورت و میام ما بین این منجوق های پایینی که دارم، دقت کنین، سوزنم رو خالی رد میکنم خب تا به این مرکز برسه. سوزنم رو به صورت خالی رد میکنم تا به اینجا برسه. خب بعدی که به آخر رسوندیم دوباره 5 تا دیگه منجوق به سوزنم بر میدارم و میام رأس کارم که 5م وسطین منجوق این بالا بود میشه 3مین منجوقم، میام اینجا و کارم رو میکشم. ببینید همچین حالتی به بافت ما میده. ببینید همچین طوری و میام دور تا دور از بین منجوق ها خالی خارج میشم تا به اینجا برسم. ببینید تا به این دوتای اینجا برسم. پس میام یه دور کامل اینو انجام میدم که هم سوزن نخام محکم بشن و هم سوزنم به اینجا برسه. خب بعد این که ببینید سوزنم رو آوردم اینجا، حالا یه مروارید، یه منجوق و یه مروارید رو به سوزن میگیرم و میام ببینید دقیقاً به 2مین دونه منجوق ها میرسونم سوزنمو و این کار رو میکشم. خب ببینید دوباره سوزنمو از این دوتا عبور میدم به همون دوتای قبلی میرسونم. دوباره یه دونه مروارید، یه دونه منجوق و یه دونه مروارید برمیدارم. دوباره این کار رو تکرار میکنم. از 2مین منجوقم سوزنم رو کاملا عبور میدم. این کار رو تا انتها انجام میدیم عزیزای دلم که دور کار به این صورت باشه. میبافیم و برای اینجا هم دوباره همین کاری که این سمت دستبند کردیم انجام میدیم و دوباره تا آخر میایم بافتمون رو دقیقاً طبق همین ادامه میدیم. خب خانمای قشنگم ببینید بعد این که کار ما تموم شد و هر دو طرف رو با مروارید یک دست کردیم، سوزن من از رأس کارم خارج میشه و حالا میام دوباره 5 تا منجوق به سوزن میگیرم و داخل اولین منجوقی که ما بین 2 تا مرواریدم بود نخ میکشم. دوباره 5 تا دیگه منجوق و ببینید ما بین اینا یه دونه منجوق هستش، یعنی رأس کارمون یه دونه منجوق هست و اونو به نخ میکشم. دوباره 5 تا منجوق از ما بین مرواریدها، دوباره 5 تا منجوق، وسطین ترین منجوقم که این یه دونه هستش و برجسته است. دقت کنین هر دفعه ما 5 تا منجوق برمیداریم، یک بار از داخل این یه دونه منجوق رد میشه و 5 تای بعدی از وسط این دوتا تا آخر دور تا دور این کار رو انجام بدیم و بافت ما تمام میشه. در آخر با هر نوع قفلی که دوست داشتین میتونین دستبندتون رو وصل کنین و اتصال بدید. اگه اتصال دستبند و قفل رو بلد نیستین آموزش های قبلتر رو نگاه کنید تا به راحتی بتونید یاد بگیرید. ممنونم که این پست رو برای دوستاتون هم میفرستین، از هنر ما حمایت میکنید. خیلی دوستتون دارم و اگه از این مدل آموزش ها دوست دارید حتما کلمه آموزش رو برام کامنت کنید تا آموزش های جدیدتر و بروزتری رو براتون بذارم.